روزی مردی کافر به خانه حضرت ابراهیم آمد. ابراهیم گفت به یک شرط تو را میپذیرم، مسلمان شو وگرنه نمیتوانم به تو غذا بدهم. مرد کافر ناراحت شد و از خانه رفت. ناگهان خداوند به ابراهیم وحی کرد: ابراهیم، من 50 سال به این بنده رزق دادم، بیان که از او خواسته باشند دینش را تغییر دهد. تو نمیتوانی یک وعده غذا به او بدهی؟ ابراهیم بلافاصله به دنبال آن مرد دوید، با التماس او را برگرداند و میزبانی بزرگی برایش ترتیب داد. مرد کافر متعجب شد و گفت: چرا اول مرا رد کردی و حالا اینقدر مهربان شدی؟ ابراهیم داستان وحی خداوند را تعریف کرد. مرد کافر لحظه‌ای فکر کرد و گفت: عجب خدایی داری، او برای دشمنش تو را که دوستش هستی سرزنش کرد. پس من هم می‌خواهم به حضور او بروم، چون خدای شما که با دشمنانش مهربان است قطعاً دوستانش را فراموش نمی‌کند. حالا شما بگویید اگر جای حضرت ابراهیم بودید چه می‌کردید؟ اگر این داستان الهام بخش بود برای دوستانتان بفرستید و این پست را ذخیره کنید.